سال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت، برگشتنی دختر خوشگل و با محبت. هم سفر ما شده بودم رای ما می اومد، با دست پام افتاده بود این دل بی مروت. میگفت برو و هش بگو دوستش دارم به گفتگو، هرچی میخواد بگه بگه، هرچی میخواد بشه بشه. راز دلم را گفتم اینو جواب شرفتم، گفتم به اون زیارتی که رفتم، قسم به اون عبادتی که کردم، قسم به اون قفل و دقیل که بستم. گله آخه تو چرا گوشی تو خاموشه؟ هرچی زنگ میزنیم جواب نمیدی. چرا گوشی تو خاموشه؟ چی خاموشه؟ گوشی تو مغز سر خود پیله ای خاموش به کجا؟ تو پیله ای کاکا 2 ساعت زنگ میزنی میگه خاموش. گردن من بند باشه لنگم خاموش نیه. گل کردم گل گوشیمه. خود چرا گل کنی؟ چرا گل کنی؟ اردم چیز میایه میگه بیا این شما چون برندی خره شدیم ادرو. خب برو بسو یلا کرد از این گپا، بیا که بریم ما ایدی ها تو رو ببونیم. چی؟ ایدی تو. خب بده ماله ایدی تو. ایدی من نمیدم، ایدی ها تو ما ببونیم به سرا خسولتون با نمزاد تو. آها بگو افتری ابلق افتری. تو که عقل یاد میگیری نون از به میخوری؟ نون شکم خطور دگه بابای سیر میکنه. وقت بریم وقتی سو راحت عدیر یلا بگو علفه اندازه تو شد آشقالا. وقتی برارمه وقت بریم وقتی مهم بریم. کجا برم؟ نه گفتم برو جخکو که بیای که بریم افتریار ببریم وقت. تو گوشی بده که تو دروغ میگی. گردانم اگه دروغ بگم. گوشی بده به ننه زنگ بزن. من صبح پیار میگه برو تو چیز کو گندمار سای کال بابا اینجا. خب ننه ما چی میفهم؟ ننه چیه؟ ننه چیه؟ ایده چی بخرید؟ جبیلی هم بخریدن؟ جبلی هم خریدن. آنی بگی کی نه؟ مدر مدر من؟ مدر تو یکی مدر منیه. الو نه بیا آمده ای میگه که بیا بریم ایدی ببریم. راست میگه یا دروغ میگه؟ کجیدی و گله کن. خب آخی پیار بگو برو گندم ارسا که علفه اندازه قد شما شده. خداحافظ. همالی میریم؟ دگه همالی میریم. وقت برارمه قد که عقل من نمیکشه. بله وقت دیر میشه وقت کجی تو بیا سر وقت فهمیدی؟ چیکار کنی؟ به شرطی چی نگه به خدا اینو به جوش راه نره. ماما نوروز گناه خور با ما نمیده. فهمیدی؟ از افتریا کمی خودتو میزنه بده. بیا ماما برای از مفخورا نمیدی. اینا رو به دک سخیره میکنین که با نماشون که افطار بشه بزنیم به بدن. بریم بیا جو اونا از اوچه شمنون نمیخورن. خراب میشم از آمدنی دگر خبر می داشتم. درواز کو دروازه رواز کو پیشی قدمات خرمان گل می کاشتم. درواز کو دروازه رواز کو گل می کاشتم گل می کاشتم. درواز کو دروازه رواز کو
چوبزی یک چوبزی بزن برو. خوبه کار دارن چوبا خور بوجی خودم نگاه تا کنین چوبزی بی نه نه همینجا باشن نه باشن. نه بیای میبر بسی نه گیلا ها ایفتریا چی کردی؟ جلیبیا تابوجیه اونه تابوجیه تابوجیه. یک چوبزی بزن برو. خوبه بیاین بچه‌ها بیاین. اینجی نمیشه جا خورده تا سرا بریم بریم نه بریم یار جان بگو بیا با ما یاری کن برو بابا مکتت نیستم ما را میبرم تو را بابا جایی من میخونیم شما چی بازی میکنیم لارا یاد چکت دنی ما را میبرم گیریه نگوزاری کن برو بابا مکتت نیستم ما را میبرم شهر دیگر میفروشم برو بابا مکتت نیستم تو کوه شهر کمان دیستم جان برو بابا مکتت نیستم همینجا خوبه چی وزیر؟ خوبه اول یک چوبزی ایرانی بزن ایرانی؟ الا دختر خاله بی تو میمیرم الا دختر خاله بی تو میمیرم گلو بند طلا و تو میگیرم گلو بند طلا ارزش نداره گلو بند طلا ارزش نداره همو که بیتره و تو میگیرم همو که بیتره و تو میگیرم سر راهت بشینم گل بریزو سر راهت بشینم گل بریزو اگه خنجر بباره بر نخیزم اگه خنجر بباره مثل باران خنجر بباره مثل باران تاور نخزم بیدار نشم بیا بریم دشت کدون دشت اون دشتی که شغل خوب کرد وای ولی بچه دل بر به پایش کرد رای ولی بچه سیدم را بردن خرگوشی دشتم را بردن اوی کوم را بردن خواب خرگوش بخره یا مانه ولی خر خرگوش بخره میمانه ولی گیلا گفت تو بازی کنی منده شدم بچه بریم کامیرا را ریم با تا با محلی نبرسیم بیایم ننه نه بیایم بیایم ننه اینا تو سعی کتو تو همون در فکر نمیکنی که دایره ده بابا با کجا میری با کجی نه چکاره نه چکاره گیلا چکاره و تاوی تا شما چکر زده میری نمیگی که دایرگی ما کوکی تو چره بچه چه کار میکنی تو وقتی آقا تو مال که بفتدی به جو وقتی
صبر کو البته رفتی تعرفتم ملي بقيل سعر اخي سيارك كوشم بموت درام تو کو میفهمیدی آخه نمیفهمیدی درام تیاری تنبو تو هم کو میفهمیدی دیگه هم ندیده فیلم کنن دینا میزنن دیدگی چی شد ما اول لاره خود خوبه جوش خود خونین چی میفهمه تو چرا به تا جوی افتادی تو جلال پا خونه میبینی دستمه جعل سقیلی بیارین که بالا خونه دومادم که بزی سرکله به ایدی ببره بیا بر اینطور به بیا هفته با باد کنو آی ولنگ ولنگ آی ولنگ آی امان دلبر بلبل مسیار یا آی آقا جان خدا مبارک کنه آی بر همه کس یار یا آی ولنگ ولنگ آی ولنگ آی امان دلبر بلبل مسیار یا آی آقا جان خدا مبارک کنه آی بر همه کس یار یا زلفانو پر پیچ تو آی امان دلبر حلقه بلقه چمار آی آقا جان خدا مبارک در سرا تیکه کنی که سگینو نگیره در آواز کنه بخون الا دختر تو رمایم چی میگی در آواز کن در آواز کن چرا بخی شوغم بی خود تو نمیگی در آواز کن در آواز کن آکو بخی شوغم خوام با گفتم در آواز کن در آواز کن بیبی عروس میشنوی آنی او خرمانی گفت میروی آنی او بیبی عروس میشنوی آنی او خرمانی گفت میروی آنی لا 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 بکر کنی لا 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 الان میام با سراخو مگه هستم صدا دیره کن به به نوش شنبه شنشتنی اشتنی شما شاد اومد آمده بفرمایید ای های ما خجالت دادین نه خواهش اینا میکنم یار خوندن به شادمات یاد نداری بخونی مبارک مبارک عروسیت منم کدوم گله من خود خوب بخون چی تاری با خاطر بفتادم جا تو خالی برارم با چیز افتادم با داخل چشمه همه نقطه تو کلمه شده آب قربان من خراب شدم من بله یالا کنی سر خور بسته کنی بس تست نکن بیایی بسته سر بفرمایید. بیبی یالا. یارو میدمی او خرمانی خور میدمی بابا چه کار میکنی بابا چند لفت داره میکنه می الفا پلوان شده رو بیتون بابا نبودین به سرا چرا چی گفت کنید خیشا شما آماده بود بابا کی اومده خیشا شما خشم اومده دومات شما گیلک خب آه بیا اومده چی خاطر اومده ایدی آوردی میدن دیدی بابا داده من بگذارین بابا یک کم به شما کار دارم من مدام مرای کردم به دختر شما ایدی آوردن خب احمق زر نآوردن بابا خب احمق زر بیاوردن که من هریون بمونده کنارش تا خونه خو کش کرده خیلی آورده آه بابا
جان آفرین. وای 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 بابا همین گپ راسته میگم. دمی که مثلا دختر خونه آدم نمزاددار میکنه، همین دو مادر نبینی، همین زندگی رو نبینی، همین خونه رو نبینی، کل زندگی آدم خراب میشه. یعنی گپ تو چیه؟ هموقع زر جلوی بگرفتن تا خلیطه کردن بور به تا گونی کردن، گونی رو هم کفت خو کردن بیاوردن جلوی رو دمی که نگاه میکنم مثل اصل شده. یعنی اینو تا قمچه هم نکردم همین تو تا گونی کردم. آره بابا ما قمچه میگه بابا اور به کیف تو کردن گونی از اون خونه خود تا اینجا کش کردن بابا. نیم کیلو پامرغ آوردن، ما پامرغ خوردیم تالک. یعنی پاچک مرغ. پامرغ ندیدیم، لنگ مرغ. پاچکای ندیگه. لنگ از مرغ آوردم. لنگ مرغ. بابا من نمیفهم که اشته کش کردن، ما تا لنگ مرغ بخوردیم. نه. وای وای دوماد ما اشته آماده. چیکار شده دو؟ دوماد ما خودم می ترختا خو بیاورده که خدای ورستی بابا نیه. فکر میکنم او را تا خونه خرابا وردشتی. بس ترختا تا همینجا تا پر از گل. میگم چه ایده شدی؟ تا را میامدن دایره میزنه بفتاده تاجیب. بفتاده تاجیب؟ وای 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 وای. همین تو ششتم به خونه که اصلا نمیگی که اینا میرم. مدام گفت تک برو به بابا خو بگو که چیز کنه. کمی پول بده که به ساری و نمازشون گوشت بستونم. اینا میستکن. یعنی یاد دارم سهرم تا سهرم بستکم او؟ بابا می تو ششتم که اصلا فکر نمیگه که اینا وارد میخوازم میرم بستراخو. یا که دیگه میتونی خانه بشما نورده فقط میگی لمبر پلیت متعریه. یه خانه به ما بیارده او؟ بابا شما برین. خدا بردو هم دوماد داده و ما هم دوماد داده. این کارو که چمه تو کرد مر به بالا انداخت خود از وای اینا. وای وای وای. تو فهمیدی؟ بالاخره حالا که میده دوماد جیله روی کرد. اینا خوب مردمی هم ایتنم آخر هم حساب مر فریب داد. یا کوشای نوردم بابا. اوه. کوشای که استفاده شده پر از گل. خوب. بعد بر دومادم یک رختای هست که اون رختایی که مدام سفید تیار میکنه برای دیگ اینا. خوب. بابا یک هم چیزا طرف از اینا که نگاه میکنی میگه البته هم یک از اینا تخته نداره هم اینا تخته کم داره. فهمیدی؟ اینا هم کلا چمه تو نکنه رو بالا عقل انداخت خود از اینا. دوماد ما که 100% 20 تخته کم داره. مر مسخره میکنم. بابا الهده نه از اینکه پای الهده خیره. خوب. مدام میگفت تک پول بده که برم به ساری و شام گوشت بستونم. هم چیزی که بیاردن همونا رو پخته کنم. چی آوردن بابا؟ میگه پامرغ آوردن. نیم کیلو پامرغ آوردن. همونا پخته کنم دیگه. پامرغ خوردیم. همونا خود اینا بخورم ما نمیخوریم. حال بله بابا حال بعد من رای کردن دیگه. وای 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 وای. سیکو. عباس. بله. یعنی 200 دیپه میفهمی؟ ها 160 دیپه گوش میستنی؟ 160. آه. 4 دیپه دیگرم پیاز و کچلو و قوطی رو بمیستی. برو بخیر. با شما استاب شما خدا با 6 نفر اونای ما چند نفره؟ یعنی 5 نفر مانه 6 نفر. ما کجا بیارم؟ آخه بابا خود 160. گپ کم کو مسخره شیطان برو خیر. آخه گوشت کم بعد بابا. بخوان. چی؟ بعد. ما کجا بیارم؟ میرم سراغ و خشاخو میگم ما خونه خسوق رفتیم و ما پا میگم هنو پا مرغ بخورم. از اون بیترم. من ندارم. گپ مفت میزنی مالا کجا بیارم؟ پیش قوما شما نمیگم بله بخ. چی قوما منه؟ میمونه شما نه. مسکل رسیه میرم آده. من نمیفهم بابا اینا. بخی. ما مدام پس رای میکنه. بخی برم 160 بگوش بسد دو مالی هم پیاز کچلی بسد. بخی. مسخره کردن خو. دون باسه. پا مرغ آورده. اینا میتونم مردم چیزی بدم. همون در فکر نمی کنم. خود نیم کیلو جلبی خود 5 مسخال چای بخسته بیام آده. خود یک پا مرغه که میدی آوردم. اینا کاری تنم دیگه اول فیلم و خیر فیلم چی کار خوش شد دیگه. این دختر من خونه برای چی کار خورده؟ چی خواه خورده دست از اینا؟